در قسمت قبل گفته بودیم که بهروزخان در جشنواره تاشکند نرفت و یه جورایی جواب رد به ساواک داد. درود بر شما، به پارسا پادکست خوش اومدید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. آقا بریم سر اصل مطلب. دیگه بهروز وثوقی ستاره‌ای بود برای خودش. مردم و دربار هم دوستش داشتن. وقتی دیگه توی فیلمی بازی میکرد همیشه دستمزد بالاتری میگرفت و بهترین مکان رو در اختیارش میذاشتن. بگذاریم توی فیلم ممل آمریکایی رابطه گوگوش و بهروز وثوقی جدی شده بود، برخلاف خانم پوری بنایی که در نهایت ازدواج میکنن. فیلم سوت دلان کاری از آقای علی حاتمی که بعضیا معتقدن بهترین بازی بهروزخان بود. تو این فیلم گیریم بهروز وثوقی داستانی داشت برای خودش. چرا تو این نقش یعنی مجید کله بهروزخان باید بزرگتر می بود. میرن چند تا گیریمور میارن، میبینن نمیتونن کاری بکنن و کله سنگین میشد و بهروزخان رو اذیت میکرد. وقتی میبینن نمیشه چیکار میکنن؟ میرن ایتالیا و یه گیریمور رو پیدا میکنن و همه چی اوکی میکنن. بعد از اینکه دردسرای گیریم تموم میشه، بهروزخان میره آسایشگاه روانی که رفتارهای اونا رو در نظر میگرفت برای نقشش و جالبه بدونی جایی میرفت که زنجیره‌ای بودن. خود بهروز مشکل پیدا میکنه و چند روز میره بیمارستان و در نهایت فیلم آقای حاتمی واقعا خوب در اومد و تمام چالش‌ها و سختی‌ها نتیجه داد و مهمترین بخش مورد قبول مردم اون دوران بود. بیایم جلوتر. فیلم کاروان ها با کارگردانی جیمز فارگو که بهروزخان رو دعوت میکنه. حالا تو این فیلم کی حضور داشت؟ آقای آنتونی کوین بزرگ که ایشون بازیگر نامدار و مشهور هالیوود بود که مردم خودمون هم با فیلم محمد رسول الله میشناسنش، ولی متاسفانه زیاد از این فیلم استقبال نشد. بعد از این داستان ها بهروزخان یه کاری براش پیش میاد، میره آمریکا و دورانی هم بود که آتیش انقلاب همه‌گیر شده بود و داشت نظام شاهنشاهی پهلوی سقوط میکرد. بهروزخان وقتی کارش تموم شد میخواست برگرده ایران که مادرش بهش زنگ میزنه میگه نیا ایران، اوضاع مملکت آشوبه و نمیاد. چند ماه میگذره و شرایط داره برای بهروزخان سخت میشه از همه نظر، از دلتنگی وطن بگیر تا والدینش، و خودش کم کم فهمید که حالا قرار نیست برگرده. تو ایران چه خبر بود؟ واقعا خراب برای بهروز وثوقی. تمام انقلابی ها و مردم ازش متنفر بودن. انگار نه انگار اون همون بازیگری بود که مردم دوستش داشتن و با عشق دیالوگ‌هاشو تکرار میکردن. بهروز وثوقی تو آمریکا دنبال کار میگرده تا بتونه دووم بیاره. به پیشنهاد دوستاش میره کارواش میخره. تو آمریکا هم بهروزخان دنبال بازیگری و سینما بود، کلا ول نکرده بود. اون چیکار میکنه؟ میره پیش کارگردانهای بزرگ امریکایی و همشون یک جواب بیشتر نداشتن. به خاطر داستان سفارت ما در ایران و مشکل دولت ما با ایران صلاح نیست یک بازیگر معروف ایرانی در یک فیلم امریکایی بازی کنه. نه که بگیم کار نبوده برای بهروز وثوقی، بوده. کارگردان‌هایی بودن که فیلم‌های ضد ایرانی و تاریخی درست می‌کردن. اونها چند بار با بهروز وثوقی با دستمزد بالا پیشنهاد میدادن ولی قبول نمی‌کرد. با اینکه بعد از انقلاب جایی در ایران نداشت و متنفر بودن ازش، ولی میهنش رو دوست داشت.
یک داستانی هستش که شنیدنیه. فیلم بدون دخترم هرگز کاری از برایان گیلبرت از بهروز وثوقی دعوت میکنن بیا تو این فیلم بازی کن. وقتی داستانو میخونه نه تنها عصبی میشه و به برایان میگه کی گفته ایرانی ها حموم نمیرن، کی گفته تو غذاشون کرمه و کی گفته مردان ایرانی جلوی دیگران زنشون رو کتک میزنن. بهروز وثوقی با خانم کتایون امجدی ازدواج میکنه. خود بهروز وثوقی هم گفته این ازدواج باعث شد تا من به آرامش فکری برسم. اینم بگیم بد نیست. داستان دیدار آقای عباس کیارستمی بزرگ که ایشون جزو بهترین کارگردانهای تاریخ سینمای ایرانه. در سال 2000 آقای کیارستمی رفته بود آمریکا تا جایزه کوروساوا رو بگیره. وقتی رسید آمریکا رفت پیش بهروز وثوقی. وقتی میبینتش ازش دعوت میکنه. فرداش وقتی میخوان جایزه رو تقدیم آقای عباس کیارستمی بکنن چی میگه؟ از اینکه این جایزه مهم را میگیرم بسیار خوشحالم، اما با اجازه شما و جناب کوروساوا این جایزه را به هنرمند بزرگ وطنم تقدیم میکنم که امیدوارم الان در سالن حضور داشته باشه و او بهروز وثوقی است. دوری از وطن واقعا دوران سختی براش بود. وقتی خبر فوت پدر و مادرش رو شنید نتونست بره سر مزار اونها. هنوز که هنوزه بهروز وثوقی امید داره برگرده به وطنش. واقعا از شما ممنونیم که تا اینجا همراه ما بودید. ممنون میشم برای دلگرمی کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا از ویدیوی جدید ما با خبر بشید.